سر تنگه هرمز میان ایران و ایالات متحده آمریکا وارد مرحله تازه شده. پس از مطرح شدن شروط ایران برای بازگشایی این آبراه حیاتی، دونالد ترامپ نیز درخواست غرامت کرده. در همین حال مقام‌های ایرانی آمریکا را مسئول ناامنی‌ها و همینگونه زیان‌های اقتصادی ناشی از مسدود بودن تنگه هرمز می‌دانند. بحث محدودیت عبور تجهیزات کشورهای متخاصم از این آبراه نیز در مجلس ایران مطرح شده. درود بر شما، من عایشه شریفی هستم. مهمان من در این برنامه آقای حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل هستند. آقای مفید سلام، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. میخوایم بحث را از اینجا آغاز بکنیم. درخواست غرامت از سوی امریکا در برابر شروط ایران چی پیام میتونه به آینده مذاکرات میان دو کشور داشته باشه؟ درود به شما همکاران تکنیکی و بینندگان عزیزتون. سپاس. باید خاطرشان بسازم که خود آقای ذوالقدر رئیس شورای امنیت ملی کشور ایران نخستین بار مسئله غرامت مطرح کرد. در پی از آقای عراقچی وزیر خارجه نیست با 5 شرط افزود که من خدمتشان دارم. یکی که کوتاه عرض میکنم. شرط نخست پایان تمام تحریکات علیه ایران و جنگ علیه ایران. دوم تضمین از اینکه در آینده جنگ صورت نگیره. سوم از اینکه مسئله غرامت جنگی را که تقریبا حدود 137 میلیارد دلار خسارت به ایران رسیده باید امریکا به دوش بگیره. چهارمین چیزی که است مسئله از اینکه نباید علیه ایران واژه‌های نادرست به کار بره. آقای ترامپ باید به کاربرد واژه‌هاش توجه کنه. پنجمین مسئله اخراج سراسری امریکا از منطقه خلیج فارس است. این از مسائل شروطی بود که ایران مطرح ساخته. در برابر از او آقای ترامپ هم آرام ننشست. امروز در اتاق رسولین بیضوی خود با خبرنگاران گفت که ایران هم مجبور است خساره بپردازه. خساره 20 یا 50 هزار نفر را که در رویدادهای اخیر در داخل کشور ایران بر اساس تظاهرات و مظاهرات که گویا گرفتار شده کشتن بپردازه. مسئله سقوط یک هواپیماش بود باید بپردازه. مسئله کشته شدن سربازاش که از 11 تا 22 نفر مطرح شده اون باید بپردازه. اونا از دل خود یک سری غرامات مطرح ساخت که اگه قرار باشه ایران بار دوم مطرح کنه، ایران هم باید مطرح کنه که از سال 1973 2020 تقریبا حدود 2 میلیون نفر در تعداد 160 حمله و تازش جنگی که امریکا در جهان صورت گرفته اونا رو باید کش غرامت بپردازه. اما به هر حال این جدال جدید کاران شده. آنچه که در روزنامه نیویورک تایمز صبح امروز نوشته آقای تریانوفسکی بازتاب شده، آقای ترامپ در مصاحبه پیشین خود گفته بود با نیویورک تایمز که من تلاش میکنم تا از عصبانیت کاملا کنار رفته و گفته که در برابر ایران از واژه‌های ملایم کار میگیرم و می واژه نابودش میکنم، از بین میبرم، سرش میبرم. از این واژه‌ها فعلا افتیده. مالی عزیز که آقای ترامپ قبول کرده که در این جنگ شکست خورده. و دومین مسئله که آقای ترامپ مطرح ساخته گفته که ما تمام مسائل دیگر کنار میگذاریم، فقط ایران در بحران شدید اقتصادی است. یعنی می شدید اقتصادی و معاصره ما ایران وادار خواهد ساخت که تنگه هرمز رها کنه. وادار خواهد ساخت. این تحولات اخیر است که امروز در جریان مسائل مربوط به ایران و ایالات متحده آمریکا در رسانه‌ها بازتاب. بله آقای مفید، با توجه به همین موضع‌گیری ها، یک طرف اردو هم ایران و هم امریکا تاکید به این دارند که بیاین مذاکره بکنن و دیگر تنش ها و اختلافات را پایان بدن، و دیگر درگیری ها نینجامه. اما سوی دیگر یک طرف ایران غرامت میطلبه، طرف دیگر به تازگی امریکا غرامت میطلبه. فکر میکنین همین پیش شرط هایی که گذاشته میشه، خواست غرامت و پرداختش، چقدر میتونه مسئله مذاکرات را پیچیده تر بکنه و از رسیدن به یک توافق احتمالی زود مدت یا به این زودی ها جلوگیری بکنه؟ خب یک چیز فراموش نکنیم که توافقنامه سازشنامه 14 فقره‌ای که بین آقای ترامپ و آقای دکتر پزشکیان به دستینه یا امضا رسیدن خود جایش است. این که تخطی شد از او از جانب ایالات متحده آمریکا در گام نخست از جانب ایران و در پی از آمریکا بمباردمان شروع کردن، جنگ شروع کردن و در فرایند از این جنگ افتخار بزرگی که به ایران نصیب شد تانست که تقریبا از 13 آشیانه دافع هوای آمریکا، راکت‌های تات، پاتریوت و راکت‌های تامهاوک و میدان پرواز طیارات F-35 F-16 بود، تقریبا از 13 تا 9 تا زیر نابود کنن و دستگاه استخباراتی ایالات متحده آمریکا را CIA در عربستان سعودی در ریاض مرکز در به اصطلاح در او هم از بین ببرد، در تعمیر 22 کویت از بین ببرد
میدان هوایی که قطعات بسیار بزرگ امریکایی در روی جابجا بود، در جا آشانی دافع هوا جابجا بود. او را هم که در به موفق شد کویت نابود کنه. به همین ترتیب در فرآیند از ایران پیروزی به دست آورد و آمریکا بر اساس درخواست دنکین رئیس استاد تشکل و نامه‌ای که دریا سالار برشان داده بود، آقای او مجبور شد که ایالات متحده آمریکا از جنگ دست بکشه و فعلا امکانات جنگی برای هیچ فراهم نیست. از اون لحاظ ایران خود پیروز حساب میکنه. اما در مورد مذاکرات غیر مستقیم توسط میانجی‌های پاکستان و ترکیه و شدت جریان داره. حال قطر هم به او پیوسته و توافقنامه وجود داره. فقط توافقنامه جدید یک دو مسئله وجود مونده که گشایش تنگه هرمز یا آبراه هرمز است. هرمز یا تنگه یا آبنا این باید دوباره گشوده شود که ایران گفته بعد با شرایط مانده. بله آقای مفید، قبل از امی کنش هایی که صورت بگیره و واکنش نشان بده امریکا، تهران با عمان یا مسقط آمدن روی یک توافق احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز با توافق رسیدن و از این توافقات هم صحبت های بیرون داده شد. اما پس از او تهران آمد و شروط را برای امریکا گذاشت و شامل همون 6 شرط میشه که شما پیشتر وضاحت دادین. در تازه ترین مورد هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که امریکا هرگاه که ناکام میمانه در عرصه دیپلماتیک یا سیاسی میاره به وضع تحریم ها بر ایران و ادامه امین تحریم ها. فکر میکنین واقعا امین بدهبستان صحبت های که یکدیگر را زیر فشار قرار میده یا عملکرد یکدیگرشان زیر پرسش میبره چی را بیان میکنه و چقدر دور است هنوز هر دو طرف برای رسیدن به توافق کلی که منافع هر دو کشور تامین باشه و برسن به این که دیگر درگیری نکنن؟ یک سفر رو میشه کنیم که سازشنامه همسونامه یا میان عمان و ایران در مورد تنگه هرمز یا آبنای هرمز صورت گرفته، این به ایالات متحده آمریکا هیچ مربوط نیست. در این توافقنامه مسئله خط دخولی و خروجی کشتی‌ها تنظیم شده و اینکه با منظور خدمات ارزی، خدمات هندسی محیطی و خدمات اجتماعی و امنیتی ایران یک مقدار پول مطالبه خواهد کرد در آینده. بعد از 6 ماه گپ نمیشه، بعد از 6 ماه مطرح. این کاملا بین ایران و عمان است. اما مسئله میگذارد سر امریکا در این مسئله دخالت نداره و در این توافقنامه نقش امریکا صفر است. خب آیا آمدیم سر که این اختلاف نظر با کجا می انجامه؟ این اختلاف نظر بدون شک وجود داره، اما با گفته سخنگوی قصر سفید خانم اولیویا ویلز، گویا ایالات متحده آمریکا در این جنگ پیروز است و کارهایی که آقای ترامپ انجام داده کلش مثبت است، در حالی که تقریبا اکثریت مردم امریکا 80% رسیدن با این جنگ مخالف است. یک اکثریت قابل ملاحظه جمهورخواه با این مخالف هستند. وضعیت انتخابات اکتبر در میان است. وضعیت آقای ترامپ خیلی خراب است. قیمت نفت که از 4 $4.2 با از 3 به 4.2 رسیده، هنوز پایان نامده از اقتصادی مردم آمریکا. در این محاصره که ایالات متحده آمریکا برای کشتی‌های ایران، ببینید تنها کشتی‌ها رو محاصره کرده، وضع کرده، بعد ایران قصر زیاد نداره. بعد ایران از سال 2015 مسئله تعذیرات علیش وجود داره و این کشتی‌ها مانع کشتی‌های میشه، در حالی که ایران با تجارت خود با 5 کشور مرز خود تجارت داره و میزن نفتش از طریق قطار به چین و هندوستان میرسه. ولی خود آقای اما به هر صورت وضعیت اقتصادی ایران از مدت‌ها خراب است، نه امروز نه اساس جنگ. وضعیت اقتصادی ایران از سالها زیر محاصره است. نه تنها آمریکا که اتحادیه اروپا در کل علیه ایران محاصره تعذیرات اقتصادی دارند، خود شورای امنیت ملل متحد به شمول فدراتیو روسیه و چین علیه ایران تعذیرات اقتصادی دارند که اینا کمر ایران نتونن بشکنن. از این آنی هم به این تاثیر است، چنانچه که خود آقای دکتر پزشکیان هم در مصاحبه خود گفت که ما حتی آذربایجان که ایالات متحده آمریکا، آذربایجان یگانه کشور است که با اسرائیل مناسبات داره، گاز نفت طرف نیاز چه از طریق پایپلاین از طریق ترکیه به اسرائیل میرسانه. بر اساس دستور آمریکا یک حساب بانکی ایران مسدود کرد و اجازه نداد قطارا بگذره. باز یک تماس که آقای پزشکیان با آلیوف گرفت، تمام چیز دوباره حل شد، بانک‌ها باز شد، راهام باز شد، از این طریق هنوز تجارت نفتی خود انجام میده. به هر حال این تعذیرات به نفع ایالات متحده آمریکا نیست، اونجا وضعیت اقتصادی خراب است. و هم از ایران
بنابراین من فکر میکنم که ایران با این مشکلات ساخته و میسازه و تمام دشواریایی که آقای ترامپ فکر میکنه دشواری. اما آقای مفید، بله، در آخرین پرسش میخوایم مطرح بکنم. طبیعی است که ایران هم ایستادگی داره، امریکا هم بر موضع خودش تاکید میکنه، اما ادامه همین وضعیت تا چه زمان میتونه ادامه پیدا بکنه و وسعت داشته باشه، در حالی که میدانیم این تنش ها یک شبه یا یک روزه نیست و هر باره که میز مذاکره دایر شده دو طرف باز هم صحبت های خودش داشتن یا حداقل به همون توافقاتی که صورت میگیره از او سر باز زدن و به صورت کامل اجرایش نکردن. فکر میکنین دیگر چقدر همین وضعیت ادامه پیدا میکنه؟ من فکر میکنم خواسته ایران یکی به یک آیسته تطبیق میشه. آقای قالیباف در یک مصاحبه خود بسیار صراحت به تیوی پرس گفت که وقتی که ما با آقای جدی وانس در مذاکرات بودیم در اسلام آباد، ترامپ اعلان کرد که مسئله زیاد میبره ما اینا رو وادار میسیم اینا مجبور تصویب شود. گفت از اون لحظه من مذاکرات با آقای جدی وانس قطع کردم. و حالا برای امریکا میگم که تا وقتی که از واژه‌های نادرست به کار میبری ما هیچ مذاکره با نداریم. از اون خاطر است که آقای ترامپ امروز اعلان کرد که من دیگه از واژه‌های زشت برابر ایران دانه دانه خواسته ایران تطبیق میشه. من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا نه جنگ میتونه ادامه بده، نه این وضعیت اقتصادی که آورده به نفعش است و نه تنگی آبنای هرمز ایران رها نکنه. وضعیت امریکا در داخل کشور هم خراب است. وضعیت اقتصادی امریکا مناسب 39 ایران در جنگ پیروز است، خودش آهسته تطبیق میشه. ما فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا گفته کابلی جل پوسته خود برداشته از اساس منطقه خیلی فارس بیرون میشه و وضعیت ایران هم دوباره مجبور است تمام پروژه اقتصادی بندش اقتصادی که دانه دانه واسه کنه که حداقل ایران که دادن به یک کوچک توافق برسه که با گشایش تنگی هرمز. تشکر آقای حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در برنامه و اینکه فرصت گذاشتین. تشکر. به این ترتیب رسیدیم به پایان نبض خبر. تا بعد، بدرود.